سوالم است که وقتی من سوره کم میدونم نماز میخونم ممکنه که روی تلفن قرآن خونم بر دستم بالای ناخنم چپه و راست خطی بالای دستم مونده و قرآن خونم سوره را از روی آوازتان خوب نمی آید میگوید که در داخل نماز از قرآن خوانم میگوید. بله بله در کدام نماز؟ تراویح در نماز جماعت یعنی امام میخواند شما از قرآن نگاه کنم میگوید؟ نه تراویح در خودم توقع مقصد یا که این جماعت باشیم 2 نفر باشیم. خودتان توقع باشد. بله حضرت تلفن عایشه مادر مومنه میخواه میکردن یک غلامشان قرآن را برداشته میساد، لیکن حاضر بسیار آسان شده است. اگر مثال در دیار مسلمان ها باشید یا چمین در همه مغازه ها به فکر محصلکی قرآن های تهجد نامش مصحفی تهجد نام دارد. مصحف های کلام با کتاب مانکش است، با در پایانش یعنی حرکت میکنه، یعنی میتونید وقتی سجده رید کمتر تیله کنید. همین خیلی قرآن کلان است که یعنی در رو به رو تو مونده شده مونده از روی همون خونده هم میگیره. خوب است آدمایی که به همین بهانه حفظ کردن میخواهند یا در نماز تهجد هم خیلی قرآن تلاوت میکنید و هم نماز میخوندگی باشید، خوب است، یعنی باکی ندارد. از روی تلفن ممکن بخونیم تلفن به دست میگیرید و رکوع میکنید سجده میکنید محکم میشد، مشکلی هاش زیادتر از اگر قرآن باشد خوب است. تا پیدا کردن او خیلی گفتگی شما را میشد، لیکن سوره بسیار ندانید و همون سوره های میدونسته که تان کتی نماز خوانیدم خوب است، همش خیر است. میتونید قرآن در غیری وقتی نماز نشسته خوانید. اگر رفت و بسیار خواهش داشته باشید که در داخل نماز طولانی خوانید اینم اجازت است، یعنی اصل شرعی دارد. در حق ما دعا باشیم که هم قرآن را حفظ کنیم. الله تعالی برای هر یکی ما شما تلاوت قرآن و حفظ قرآن و فهم آن و عمل کردن به آن و دعوت و تعلیم دادن قرآن و فوز به قرآن روز قیامت قرآن برای ما حجت گردد نه بر ضرر ما. آمین یا رب العالمین. آمین یا رب.